آقای الله سلام. ما اومدیم با یه چالش خفن، چالش پرش از پرتگاه ماشین های ایرانی و ماشین های خارجی. هر دوتاشو تست میکنیم. اولین ماشین زانتیاز، بله میپره، نمیتونه به اون برای پرتگاه بریسه. خب میریم سراغ ماشین بعدی. ماشین بعدی تیواس. همین اول کاری چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و لایک کنید و یه کامنت قلب قرمز بذارید تا بله این تیوا کلا پاشید از هم میپاشه از هم، بله کلا داغون میشه. بریم ماشین بعدی. ماشین فقط سمن سورن. ببینیم که سمن سورن چی کار میکنه. و بله نمیتونه، اینم نمیتونه، خیلی لب مرز بود، کم مونده بود که رد کنه و اینم نمیتونه اون برای پرتگاه برسه. بریم ماشین بعدی پراید. اسم پراید اینه دادم خندهش میگیره چه بس بخواد تستش. حالا ما موردیم یه و بله میپره همونطور که من انتظار میرفت نتونست انجام، ولی بازم خوب پرید. از تیوا خوب، تیوا کلا نپریده داغون شد. و بله اینم نمایه از داغون شدن پراید. نگاه کنید درشون من باز شده. بله این حرکت میکنه و بله به زور حرکت میکنه. این سراغ ماشین بعدی. ماشین بعدی لامبورگینی هست. بله این هم اینطوری میبینیم کار ما کلا دیدنه. ببخشید بچه هم دیگه دارم گفتم که نشد دیگه نمیشه. حالا ماشین بعدی این شد دیگه بودم. حالا بله این هم اینطوری میپره، این هم نمیتونه برسه. حتی تقصیر ماشین خارجی هم نیست نه من کلمه بازی از دارم. حالا بریم ماشین بعدی. ببخشید این داره بله شموجی در مرزبون در تونس. خب میگم سراغ ماشین بعدی. این ماشین فراریه و بله این ماشین رو میتونه بنازم تونست از پرتگاه عبور کنه برسون. یه لایک گرفت. خب بریم ماشین بعدی تسلا. ماشین تسلا فکر نکنم بتونه. بله این هم که معلوم کلن داغون شد. بریم سراغ ماشین بعدی. ماشین یکی مونده با آخر. ببینیم که چی کار میکنی پسر. و بله این هم نمیتونه بپره اونور پرتگاه. با ماشین آخر مکلارنه. مکلارن چیکار نه آودن بودی نکن بارو. بعد مکلارن از اولی و بعد از اول بگیریم برو ببینم چون خواهی چیکار کنیم. و بله مکلارن نتونه. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. حتما چنل سابسکرایب کنید، لایک کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.